سلام دوستان عزیز، امروز 9 می سال 2022 و حالا ما در باغ غلبه شهر دوشنبه قرار داریم که چند پیش در اینجا 77مین سالگرد غلبه اتحاد شوروی بر ضد فاشیستان غدار را جشن گرفتند. در جنگ بزرگ وطنی 250,000 نفر ساکنان تاجیکستان اشتراک کردند که از این مقدار 90,000ش جان باخته است و 58,000 نفر دیگر صاحب مدال و اردن ها گردیدند.